هموطنان عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگیم. برنامه ایدی با شبکه جهانی بلبل با من نبیل فتا یعقوب و مهمانان عزیز ما. من گفتم که امشب چمن چراغان است. به به، استودیوی ما هم چراغانی است. ما هر برنامه اول یک مصاحبه میگیریم، باز میبینید شهکاری‌های هنرمندای عزیز ما را که امشب طوفان میکنن برای شما ماشاءالله. میریم به سراغ کسی که واقعا زیبا میخونه، خوب میخونه، سالهای سال است که میشناسیمش. سال دوستی خوب محمد زمیجانی عزیز، سلام، عیدت مبارک. عید شما مبارک. سلام به شما و بینندگان تلویزیون شما، تلویزیون بلبل. چطور از نامش؟ بسیار ممنون. همین نام تا قصی جای نیست. بسیار دیگه دیدم من تناما چورکان بود. خوشحال هستم با شما هستم امروز و شما راستی که قابل ستایش هستین. خانم بسیار پرکار و همه شما رو دوست دارم. خب جمعی جانی گل، از کارهایی که بود، از دستاوردهایی که بود، چی دستاوردها داری، چی کارهایی که چقدر دیر بود ما طرف می‌بینیم؟ اصلا بسیار دیر بود. کارهای هنری همیشه بوده. محفلا بوده، برنامه بوده و همکاری با هنرمندان سرشناس افغانستان که شما خودتان شناخته هستید. بله دیگه چند فیلم‌های افغانی بوده و در و غیره دیگه. نه زیاد برنامه‌شون نمی‌کنم چه بگیرم. دیگه فعلا هم کارهای موسیقی جریان داره. در برنامه‌های خوشی هموطنان خود اشتراک می‌کنم و همچنین برنامه‌های تلویزیونی شما تلویزیونی کمتر می‌بینیم. والا یک ذره امی هنرمندایی که امشب مهمان این شبکه هستن، هر کدام از اینا توته‌های قلب هستن و اینا کمتر به تلویزیون ها ظاهر شدن. واقعا براتون میگم و چه زیبایی میخوانند که هر کدام از یک سوپر استار است. خب کدام توفی ایدی دست خالی یا بدی یا کدام توفه؟ نه خیر نه، انشالله که آنگاز براتون میخوایم. بازم مگه شما میخواین یک پارچه کوتاه براتون یک آنگاز اجرا میکنم. البته باجری ارمینیاره و نمونجا براتون مونده و بایجان دیگه. بایجان ترتیباتش تیک است. اید آمد و اید آمد یار کرم اید آمد. اید آمد و اید آمد یار کرم اید آمد. ایدان فراوان شد تابان شد ایدان فراوان شد البته کوتاه از شعر مولانا و بسیار زیبا خواندین و روی احمد ظاهر نازنین شاد میخواییم که یکی از آهنگای بسیار محبوب و مشهور زندیات احمد ظاهری که همیشه جاودان نامش سر زبانات، یعنی احمد ظاهر نسل در نسل زنده است. هنرمندی که هیچ وقت نبرد، هیچ وقت نبرد. خب دوستای عزیز، زمین جان ای خوب بود، بسیار تشکر. سر فیلم بود. کدام فکایی اگه داری بگویی؟ خدا فکایی بسیار حافظیم خوب نیست. یاد شنیدیم لیکن در یادم نمیمونه. اگه شعر بگویم براتون میتونم آهنگایی که ما میخوانم همیشه بدون کتابچه. یک قصه یک خاطره از محفلای که رفتی یک خاطره تا قصه کن. یک خاطره میشه سم یادت رفته باشه؟ کدام سیم یادت رفته باشه؟ سیم یادت رفته باشه و در کلک کلید زده باشیم این طرف محفلم باید شروع شد. دوستای عزیز، ایام عید است. اگر با کسی قهر هستین یا گپ نمیزنین، دلهایتان از کینه ها و کدورت ها پاک کنین و همدیگرتان صمیمانه بپذیرین، همدلی و محبت به یکدیگرتان برسانین. خب دوستای عزیز، مسئولین ویکتوریا گاردن ایام عید سعید فطر و همه هموطنان عزیز ما در هر کجایی که هستند تبریک و تهنیت میگویند و ویکتوریا گاردن هم یکی از بانکتال‌هایی است که همیشه با سهولت‌ها و غذای اصیل افغانی در خدمت شما هموطنان عزیز ما بوده و خاطرهای خوشی هم ازشان داریم.
خب زمیجانی عزیز سپاسگزار هستیم از خودت. انشالله که دوستای عزیز ما توفه های زیادی از خودت می داشته باشن. انشالله. بازم تشکر از شما از خوبه جان نازنین که در پشت پرده کار میکنن، البته زحمت زیاد میکشن. واقعا خوبه جانی عزیز قابل قدر هستن و از دوستای ما که ما رو میبینن بازم امید به شما و به دوستات نزدیک باشن. بس سلامت باشید. بعد از یک وقفه بازم با ما باشید.
Good morning.